یه شخصی هست به نام ویلیام داگلاس، قاضی دادگاه آمریکا بوده، میاد ایران، مشاهداتش رو تو خاطراتش می‌نویسه. ایشون میگه رفته بودم منطقه غرب کشور، به من خبر دادن رضا شاه رفت، فرار کرد. من یه پیرمردی روستایی رو دیدم، بهش گفتم پیرمرد رضا شاه رفت. این همینجور که ایستاده بود دستاش شروع کرد لرزیدن، اشکاش همینجور شروع کرد آمدن. بهش گفتم چی شد؟ گفت یاد خاطرات تلخ افتادم. گفتم خاطرات تلخ چیه؟ گفت رضا شاه یک نفر رو فرستاد اینجا که ما رو ادب کنه. هر روزی 10 تا جوون ما رو دستگیر می‌کردن و شبا روشون شرط بندی می‌کردن. یک منقلی میذاشتن جلوشون، گداخته یه سینی حلبی میذاشتن روش، 10 تا جوون ما رو میآوردن، روشون شرط میبستن، یکی یکی با میستادن کنارشون، با شمشیر میزدن، همین که سر از تنشون جدا میشد این سینی رو میذاشتن روی گردن اینها که خون نتونه فوران بکنه. این جوونای ما شروع میکردن بالبال زدن، شب به شب رو تعداد قدم های اینا شرط بندی میکردن. ویلیام داگلاس آمریکایی در اینا رو تعریف میکنه. با جمهوری اسلامی مشکل دارید، اشکال نداره، چنین شخصی رو دیگه ازش حمایت نکنید.